تا اینجاشو میتونم بگم چطوریه، ولی از اینجا به بعدش هم میگم چطوری میشه که یهو اینجوری میشه. 2 ماه پیش این پتوس فرانسوی رو تکثیر کردیم و بعد از 8 روز که ریشه های خفنی زد و حتی جوونا داد بهتون نشون دادیم. حالا بریم ببینیم که بعد از 2 ماه چی شد و از الان به بعد باید چی کار کنیم. شما هم فکر میکنین که اولین کار اینه که این قلمه ها رو بکاریم توی گلدون؟ نه، اینطور نیست. این قلمه ها 2 ماه تموم توی یک محیطی با رطوبت خیلی بالا و دمای ایدئالشون بودن. در واقع داخل اون مینی گلخونه بودن. برای همین به اون محیط عادت کردن و به این راحتی ها دل نمیکنن. ما اگه بخوایم اینا رو بلافاصله بکاریم توی گلدون، با همون قهر میکنن، قنباد میگیرن و میمیرن. ما خودمون تجربه این رو داشتیم. پتوس ساتین رو که تکثیر کردیم و می‌خواستیم نتیجهش رو نشون بدیم، این قلم ها از دستمون افتاد، این خاک و قلم ها با هم قاطی شد و مجبور شدیم بلافاصله بکاریم توی گلدون. یه سری از برگاشو از دست داد. حالا درسته که بعد از یه تایمی برگ جدید داد، ولی خب طول کشید که به اون اندازه برسه و رشد خوبی داشته باشه. در نتیجه از این شوخی‌ها با قلمه هاتون، مخصوصا قلمه های گیاهان کندرشت، نکنید و اونها رو کم کم به هوای بیرون و محیط جدید عادت بدین. چطوری؟ طی مدت زمان 2 هفته باید هر روز یا هر چند روز یکم از در ظرف رو باز بکنید، به طوری که آخر اون 2 هفته دیگه کامل در ظرف باز شده باشه. بعد از گذشت اون 2 هفته همچنان قلمه هاتون رو داخل اون ظرف یا مینی گلخونه نگه دارید. بهشون آب بدین، حتی کوددهی داشته باشین. مثلا یه دفعه آمینو اسید استفاده بکنید. بعد از 3 مرتبه که آبیاری کردید، از کود جلبک هم به صورت آبیاری هم اسپری استفاده بکنید. آمینو اسید که خب یه ضد تنشه و کمک میکنه به رشد گیاه، جلبک هم که مواد عالی و مغذی داره. بعد از اینکه 1.5 ماه یا 2 ماه از تکثیرتون گذشت، دیگه میتونید گیاهاتون رو به گلدون انتقال بدین. اومدین؟ داشتم فکر می‌کردم چجوری ازتون بخوام که برام لایک بذارید یا کامنت بذارید، ولی گفتم صداقت بهتر از هر چیزیه. حالا میشه ازتون بخوام که لایک کنی ویدیو رو و کامنت بذارین. بعدش هم که از اینجا به بعد ویدیوم خیلی نکات مهمتری داره، دستش ندین تا آخرش باشید. بریم سراغ نکات کاشت گیاه. شب قبل حتما آمینو اسید روی برگای گیاه اسپری بکنید که آماده این شوک جابجایی باشن و اینکه خاک و وسایل دیگر رو هم مهیا بکنید که این فرآیند جابجایی سریعتر انجام بشه. سایز گلدونی هم که انتخاب میکنید متناسب با حجم ریشه ها و اندازه گیاه باشه. خیلی بزرگ انتخاب نکنید که این همه زمانی که میذارید و زحمتی که میکشید بی نتیجه بشه. و دقت بکنید گلدون حتما زهکشی خوبی داشته باشه و این پایه ها کف گلدون باشن. موقع کاشت اگر یه خورده به این ظرف ضربه بزنید، به بالای ظرف قلم ها در میان. شب قبلش هم که آبیاری بکنید خیلی دیگه آسون تر میشه کارتون. یه نکته خیلی خیلی مهمم بگم، قلمه های قوی و ضعیف رو کنار همدیگه نکارید. قلمه‌ای که ریشه خیلی خوبی داره، برگ داده، اونو در کنار قلمه‌ای که ریشه ضعیفی داره و حتی برگ نداره نکارید. یا اون قلمه قوی در اثر تشنگی از بین میره یا اون قلمه ضعیف در اثر پوسیدگی ریشه. ما این سری از قلمه ها رو توی ترکیب بستر کشت نوعی خودمون میکاریم که اجزا شامل کوکوپیت، پرلیت، پیتماس، پومیس، زغال اکتیو، لیکا و زئولیت میشه. یه سری های دیگر رو هم برای تست توی پومیدیا میکاریم که ببینیم چی میشه تهش. این نکته رو هم بهتون بگم که وقتی که گیاها رو کاشتید، بعد از 1-2 بار که حالا با آب و محلول pH آبیاری رو انجام دادین، دفعه بعدی هیومیک اسید استفاده بکنید که هم کودای بعدی که میدین به خوبی جذب بشن، هم ریشه گیاه تقویت بشه. اینم از نتیجه کار قلمه هایی که توی گلدون کاشتیمشون. امیدواریم که لذت برده باشید. اگر دوست داشتید که باز نتیجه دیگه‌اش رو بعداً بهتون نشون بدیم، حتما توی کامنت ها بهمون بگین. اسم این گیاه هم اسکینداپسوس مونلایته. من به خاطر اینکه عموما به اسم پتوس فرانسوی میشناسنش و تلفظش راحت‌تر اینجوری صداش کردم. 2 تا ویدیو هم روی صفحه میاد. توی نگهداری و تکثیر این گیاه میتونه خیلی بهتون کمک کنه. محصولاتی هم که در طی ویدیو بهتون معرفی کردیم و گفتیم استفاده بشه رو میتونید از خودمون هم تهیه کنین.